سلام بینندگان عزیز، ساعت به وقت شهر پراگ رسیده است. حالا فرصت اعلان سرخط موضوعی برنامه خبری امروز فرا رسید. تفصیلات این و گزارش‌های دیگر را در برنامه اخبار آزادی ساعت رسو یک در پخش مستقیم و هم ثبت آن را در صحیفه آزادی ویدیو می توانید تماشا کنید. آژانسی مبارزه با کروپسیا گفت که نسبت شهباز رجبزاده کارمند سابق خدمات گمرک تفتیشات نبرده است و در نسبت او پرونده باز نشده است. رجبزاده در یک مجلس ماه می مورد مذمت سخت پرزیدنت امام علی رحمان قرار گرفته بود. این نکته در نشست آژانسی مبارزه با کروپسیا امروز در شهر دوشنبه گفته شد. بینندگان گرامی، همکاران ما در دوشنبه در این نشست حضور داشتند. منتظر باشید، در برنامه اخبار گزارش خواهم داشت با خلاصه مهمترین نکات این نشست. مشتریان شفاخانه بیماری‌های قند کولاب میگویند در یک شرایط غیر سانیتری طبابت میگیرند و در دالان و سقف بینا کلموش‌ها سیر و گشت میکنند. بجز از بیماری، کیک و حشرات دیگر نیز بیماران را اذیت میدهد. در برنامه خبری امروز گزارش داریم از این شفاخانه. برنامه اخبار را تماشا کنید و ببینید که بیماران در کدام شرایط معالجه میشوند. تا انجام مهلت از نو به قیدگیری سیم کارت‌ها با شناسنامه‌های پلاستیکی نو روزهای به شمار باقی ماند. در این مرحله نه تنها مشتریان بلکه شرکت‌ها نیز فعال شدند و تلاش دارند در این فاصله وقت هرچی بیشتر مشتریان را به خود جلب کنند. شرکت‌ها از راه و وسیله‌های گوناگون استفاده می‌کنند. از جمله شرکت موبیلی تیسل اعلان کرده است که برای مشتریانش خرج گرفتن شناسنامه‌های نو را جبران می‌کند. اما چگونه؟ در برنامه اخبار برایتان خواهم گفت. دو افسر بلند رتبه شعبه کارهای داخلی ناحیه سینا را وابسته به قتل یک جوان دستگیر کردند. مقامات میگویند آنها زمان بازداشت شدند که میخواستند از کشور فرار کنند. گفته می شود حادثه کشتار هفته گذشته در یک از کلوب‌های شبانه دوشنبه رخ داده است. تفصیلات این قضیه را در گزارش در برنامه اخبار برایتان میگوییم. با ما باشید، این گزارش را با هم میبینیم. صاحبکاران چین در تاجیکستان خود را خیلی خوب حس می کنند و با مقامات مناسبت خوبی دارند، در حالی که خود صاحبکاران تاجیک از فشار، طمع‌جویی و سرباری گران انداز پیوسته شکایت دارند. اما سرمایه‌گذاران چین یک پای دیگر کارخانه ها را در تاجیکستان فعال کرده و کارگران چینی را جلب می کنند. سری موفقیت صاحبکاران چین در تاجیکستان در چیست؟ در برنامه اخبار برایتان خواهم گفت. بیننده ارجمند، ما هر لحظه خبر و حادثه های تاجیکستان و جهان را پیگیری میکنیم و اگر در این فاصله وقت حادثه و یا نوگانی های تازه روی داد، حتما شما را در برنامه اخبار با آن آشنا میسازیم. تا کمتر از 3 ساعت ما را در پخش زنده در صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب و صحیفه های رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و ادنا کلاسیکی پیگیری کنید.